محسن بشین یه ذره به کارهای بدت میکنی. این خونت رو محسن نفاز داری دیگه خونت محسن. محسن یه غذا رو میبینی دیگه ما رو نمیبینی ها. محسن جنسش هم خوبه، غذاش خوشمزه است. آروم بخور با لذت بخور. شاید این آخرین شام زندگی بود. نهار البته. آروم بخور تا دلت بخواد یه کیسه هست. محسن آروم بخور. محسن آقای محسن من اینجا هستم مراقبتم. من خیلی گرسنم. معلومه که محسن تموم شد. تمومه. دنبال چی میگردی آخه؟ بلمون کن. شکم در میاری فردا میگی تو بودی و ما این غذا دادی. من میخوای محسن نکن. برو تو خونت. برو تو خونت دارم میگم محسن. آقا نیست. این رویشه. این دست منه. کیسهش دست منه. سلام بده محسن به بچه ها. محسن به بچه ها سلام بده. دست کن بده. دست بده محسن. دست بده. دست بده بابا. غذا نیست دست من. سر سفره بشی اینجا عقب بشی سر سفره تو سایه. بیا بشین. خیلی درست نده. امروز جمعه است. دیشب هم شب جمعه بوده. نه معلومه که شوبر رو نخور. شوبر رو نخور. محسن دیشب چیکار کردی آقای گشنته محسن؟ خیلی گرسنته. من خودم همون ساعت 11 صبحونه نخوردم. انقدر گشنم نیست. البته شیرینی خوردم. چرا دروغه. محسن غذا رو میبینی دیگه ما رو نمیبینی؟ بشین غذا تو بکنی اینجا. بشین نترس. محسن اینو ولش کن. غذا تو بکن. غذا تو بکن. محسن غذا رو میبینی دیگه ما رو نمیبینی نه؟ ما رو یادت میده؟ محسن یه ذره نازت کنم محسن. ناز کنم. معلومه غذاش خوبه خوشمزه است. همیشه دیگه از همین برات میگیرم. محسن توف کردی بیرون محسن.
من نازت کنه میزنی. بیا تموم شد بس دیگه. یه وعده دیگه زیادی هم خوردی. اینجا نازت بازم میخوای؟ نه معلومه داری سیبیلاتو پاک میکنی یعنی دیگه سیر شدی محسن. نازت کنم که حال میده. به پشمالی. برو بخواب دیگه. برو میکنه خود بکن. برو محسن نکنه این کارو. برو ناز بهتر یه گوشت اینجوری کنه میزنه. خب محسن دیگه فیلم بازی نکن. نگو من گوش ندارم. برو بخواب. برو یه ذره پرنده شکار کن. برو